برای که دعوا کنیم یا اثبات کنیم یا نشان دهیم که همین حدود از کیست، باید یک اساس حقوقی باشد، یک اساس قانونی باشد، یک سند باشد. سند رو بیار نشان ده که من همین از من است یا از من نیست. چرا حجت مهم است؟ چون که اگر حجت نباشد نمیدونیم درباره چی گپ زنیم، موضوع گفتگو مشخص نمیشد. حجت موضوع صحبت رو، موضوع مذاکرات رو مشخص میکنه. در کجا یک حجتی است که گفته توانیم که همین قدرش از تاجیکستان است، همینش از قرقیزستان. بنابراین یک مفهوم است که حجتی معین کننده مرز دولتی یا سرحد دولتی. همین چه خیلی حجت است. برای که یک حجت معین کننده سرحد دولتی باشه، باید در سطح دو دولت به طور رسمی قبول و تصدیق شده باشد و در امون نوشته شده باشد که همین درباره سرحد است و همین گونه تقسیم شده است. اگر همین گونه سندی هست که در اونجا نوشته شده است که همین ناحیه، همین شهر، همین خط به کی تعلق داره و هر دو طرف امضا کردن، تصدیق کردن، از پروسیدور گذراندن، میگه من همین هست سندی معین کننده سرحد دولتی. سرحد دولتی دیگه رفته بین دو دولت. پس همون چیزی که ما روی آن ایستادیم جانب تاجیکستان و موقع تاجیکستان است که ما میگیم که برادرها، برای که گپ در هوا نشود، شما ایستاد در هوا نگیه، ما میگیم که بیاید در اساس حجت‌های معین کننده سرحد دولتی گپ میزنیم. تمام. و این یک موقع منطقی و درست و عقلانی است. اولین جایی که ما حجت داریم این دوره تقسیمات شوروی هست، سال 24 و سال 1924 کمیسیه تقسیمات آسیای مرکزی تشکیل شده است. تا سال 1925 سرحدها را تقسیم کرد. ببینید که البته من درد میکشم که به همین سندها تکیه کنم، زیرا این سندها همش نسبت خلق تاجیک ناعدالتانه، همش اول، لیکن حاضر این تنها چیزی که در دست ما هست. وگرنه ببینید که در همین سند سال 25 وقتی که اتحاد شوروی جمهوری خلقی بخارا رو تقسیم کرد، شما ببینید از وقتی سرنگون شدن امیر روز 2 سپتامبر سال 1920 تا تأسیس جمهوری های شوروی در سال 25 سال 24، یعنی حدوداً 5 سال در جای امارت بخارا یک دولت بود با نام جمهوری خلقی سوسیالیستی بخارا. یعنی ما بعد امارت بخارا تا تشکیل جمهوری اتونومی تاجیکستان در کجاییم؟ در ترکیب جمهوری خلقی شوروی سوسیالیستی بخارا. همین سال 24 کمیته که مسکو تشکیل کرد مقصد بود که همین جمهوری خلقی سوسیالیستی بخارا رو و جمهوری‌های ملی تقسیم کند. در همین تقسیمات 3 دولت تشکیل شد. 3 دولت: جمهوری ازبکستان، جمهوری ترکمنستان، جمهوری قزاقستان. پس سرحدهای هم وقته تاجیکستان از اون سرحدهایی است که جمهوری ازبکستان را دادن. یعنی همچون یک بخش از ازبکستان تأسیس شده است. در این زمان جمهوری قرقیزستان در این تقسیمات تأسیس نشده است. جمهوری قرقیزستان که از همون میانه عصر 19 قسمت آسیای مرکزی را روسیه اشغال کرده بود در خانه‌گری قوقند، این در ترکیب روسیه بود. یعنی سال 25 اگر در نظر گیریم قرقیزستان همچون جمهوری اتونومی اول ولایت هست، همچون بخش از روسیه. بنابراین تمام همین قراردادها هست، قراردادی معین کردن سرحد دولتی بین روسیه و ازبکستان و اون دو دولت سرحداش به طور قاعدوی معین کرده است. به طور قاعدوی چه؟
یعنی در کنستیتوسیون SSR هم سال 24 هم سال 36 هم سال 77 3 کنستیتوسیون SSR هست. در هر سهش نوشته شده است که سرحد جمهوری چه خیلی معین میشه. یکم خودی جمهوری ها باید اجازت دهند، روزگی دهند. روزگیش خیلی نیست که اگر رئیسش به تلفن بگه من روزیم. روزگیش یعنی شورای عالی همون جمهوری قرار قبول میکنه که همین سرحد همین خیلی تقسیم شده ما روزیم. قرار شورای عالی همین نامش روزگی جمهوری. دوم همین روزگی جمهوری رو شورای عالی اتحاد شوروی تصدیق میکنه. قدم دوم. قدم سوم باز قرار شورای عالی اتحاد شوروی رو خود جمهوری ها هر دوش باید چی کنن؟ تصدیق کنن که بله قراری که اتحاد شوروی درباره تقسیم مرز فرض ازبکستان و روسیه قبول کرد، هم شورای عالی روسیه هم شورای عالی ازبکستان باید در علاهیدگی باز تصدیق کنند. یعنی سه چیز، یعنی اول خود جمهوری ها روزگی میتن در شکل قراری دولتی، دوم اون قرار رو باید اتحاد شوروی شورای عالی اتحاد شوروی وقت قرار هم خیلی بود که در بین مجلس ها پریزیدومی سویت عالی SSR بود همون قبول میکرد قرار. یعنی ارگانیکی بین دو انجمن راهبری میکرد. ارگانی قانونگذار خیلی پارلمانتی دومی عمل کننده نبود. برای این پارلمان هر سال یک بار دو بار جمع میشد. در بین جلسه های پارلمان پریزیدومی سویت عالی SSR یا میگیم ریاستی شورای عالی اتحاد شوروی راهبری میکرد و همون باید تصدیق میکرد. و قراری رو باید هر دو جمهوری روزگی میداد که بله بعد تصدیقش با روزگیش هم با قرار پارلمان روزگی میداد. بنابراین همون سرحدی که بین روسیه و ازبکستان در بین قرقیزستان و تاجیکستان همچون بخش از کشور قبول شده است، همین زینه ها را گذشته است. همین آخرین تصدیق مرزهای ما سال 1932 است. از سال 1932 تا همین لحظه 2022 90 سال میشه. در همین 90 سال یگان حجت درباره تغییر دادن مرزهای دولتی قرقیزستان و تاجیکستان حتی 1 سانتیمتر وجود ندارد. یعنی آخرین حجتی که دو طرف با روزگی در سطح دولتی قبول کردن، با شوروی تصدیق کردن، با گشته خودشون قبول کردن و معین کردن نقطه نهایی گذاشتن که همین سرحد تقسیم بین تاجیکستان و قرقیزستان است. همین سال 1932 شده است. حجت‌های 32 تا 32 برای چی مهمند؟ چون یگانه حجت است و دوم حجت است که دقیقاً تمام سرحدها معین شده است. اگه وقتی قرقیزستان سال 1936 از ترکیب روسیه بیرون آمد و قرقیزستان چه تأسیس شده است؟ قرقیزستان دوباره تشکیل نشده است. من اینجا برای چی من قرار رو میارم؟ چون که بسیار مهم است. قرقیزستان خیلی تأسیس شد. همین جمهوری اتونومی قرقیزستان که در ترکیب روسیه بود به مقام جمهوری اتحادی گذرانده شد. یعنی استاتوسش جمهوری اتحادی شد. در نتیجه بدون یگان گونه تغییر در مرزش. از همین رو ما میگیم که همون مرزی که سال 32 تصدیق شد، بعد مثلا در وقت تأسیس قرقیزستان نگفته است که با مرزش دیگه میشه، گفته است که همین قرقیزستان که در داخل روسیه هست به جمهوری شوروی تبدیل شود، تمام در همون مرزهایی که دارند. بنابراین بعد تشکیل هم تاجیکستان هم بعد تشکیل قرقیزستان سال 36 همون مرزهای 32 24 27 32 تغییر نیافته است. یعنی اگر ما در حقیقت همین حجت‌های سال 32 اساس قرار دهیم، پس همین 211,000 گهتری که وزیر من گفتم همشون حدود قانونی جمهوری تاجیکستان هست. انا اساس یعنی که برای همین این حدود تاجیکستان است. اکنون چخل به قرقیزستان افتاد.
اینش تقریبا قصه باره از کتابیه میشه که در دوره شوروی در یک دولت زندگی میکردن یا که از من بین دو ولایت تاجیکستان بود. بنابراین مثلا همین اینجا همش از 7-8 کاتگوری حجت است. بعضیش مثلا یک آدم خانه‌ش به یک آدم فروخته است. این دهه خوجه اعلی، خانه قرقیز، خانه تاجیک، خانه قرقیز. مثلا یک تاجیک میکوشد از اسفره کنی بودو خانه‌ش قرقیز فروخته است. همه حوالی و خانه شد قرقیز. فرقی خرید و فروش. دوم رئیسای کلخوز. مثلا خیلی 500 گوسفند کلخوزی ماده گذارون شما همین 1000 گکتار چراگاه شما استفاده کنید. 10 سال، 5 سال، 20 سال، 30 سال، 60 سال استفاده کنید. میگه این زمینای ما بود اینا 60 سال شد. یا که رئیسای جماعت میگه بیا خشم اون طرفی جماعت 1 گکتار مدتی ما اینجا خانه سازیم شما اینجا آب میتیم شما ده. یا که رئیسای ناحیه یا حتی یک فکت هست من حجتای سالی 58 رئیس ولایتی و وقت لینی نبوده بیزو کده. یا اینکه حالتی هست که مؤسسه ها مثلا وزارت کشاورزی و وزارت کشاورزی قرقیزستان میگه که این زمستان شما گوسفنداتون اینجا میاره تابستان ما گوسفندامون اونجا میبریم. همین خیلی یک سازشنامه کردن نامش سازشنامه استفاده موقتی زمین ها. ما منطقا نشون داده که همین حجتی رسمی نیست. خیلی دو رئیس کلخوز موافقه کرده است. مثلا یکیش معاون اول شهر اسفره با معاون اول ناحیه بدکن. همین بدکن ناحیه بود پیش از ولایت شده. ناحیه در ولایتی اوش. از حجتای سال 58 رئیس ولایت لنین‌آباد و رئیس ولایت اوش موافقه کردند. یک رئیس ولایت حتی حق ندارد که سرحد دولت یا خاکی زمین دولت رو به دولت دیگه بده. بنابراین یگان طیبی حجت ها ما نشان دادیم که همچون معین کننده سرحد دولتی استفاده شدن نمیتونه. حجتی معین کننده سرحد دولتی نیست که سرحد دولتی برای که معین شود باید قرار شورای عالی تاجیکستان می بود حتی برای 1 مترش اون باید در سطح شوروی تصدیق میشد با گشتا آمده تصدیق میشد و ما گفتیم انمی سرحد دادیم. او رئیس کلخوز خیلی گوسفند گرفت است چراگاه داد است 5 سال تو گرد 10 سال چرانده گرد. این معنیش نیست که این زمین ها به دولت شما گذشت. اما وقتی شوروی فروپاشید گفتیم که اکنون برگردون.